نهضت ملی ضد تورم دولتی نیست، حکومتی نیست، سرمایه‌داری نیست، مردمی است. جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران فقط جنگ نظامی نیست، جنگ همه جانبیه که در واقع بشه گفتش که جنگ اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و مذهبی است که همه جانبه دارن حمله میکنن به مردم ایران. ولی تنها کسی که ضرر میکنه مردمه. دولت قدرتمنده، نفتم داره، سرمایه نفت داره، دسترسی به منابع دیگه داره و ضرر نمیکنه تو جنگ. سرمایه دارم حمایت میشه از طرف دولت. کسی که ضرر میکنه کیه؟ مردمه. دسترسی به دانش سرمایه ملی نداره، دسترسی به دانش اسلامی که بخواد ایران و ایرانیان مدیریت کنه نداره و همین مسئله باعث میشه که خیلی از مشکلات پیش بیاد. اما با کتاب پیشفروش سهام محصولات ضد تورم که این کتاب من به شما معرفی میکنم، این کتابو با پیشفروش سهام محصولات ضد تورم با زیرنویس رهبرداری و رهبرشناسی مردم بر دولت ضد تورم، شما عضو اعضای نهضت ملی ضد تورم خواهید شد. حالا اتفاقی که رقم میخوره چیه؟ مردم متحد میشن که با هم فکر کنن، همفکری، اتحاد و مشارکت یه سری از اقداماتی رو انجام بدن که به دولت وابسته نباشن، به سرمایه‌دار وابسته نباشن، به مشکلاتی که الان مردم به تحریم ها به کشورهای دیگه وابسته نباشن و خودشون قیمت ها رو مدیریت کنن. ببین یه جا هست که مردم خودشون باید اقدام کنن. اگر اقدام نکنن چه اتفاقی میفته؟ مردم گمراهن. پس من از شما میخوام که عضو اعضای نهضت ملی ضد تورم بشید و با خرید این کتاب عضویتتون ثبت میشه و قراره که خیلی اتفاقاتی رقم بخوره در اقتصاد ایران توسط مردم ایران. نه دولت، نه سرمایه‌دار، نه دولت‌های خارجی. هیچ کس نمیتونه اقتصاد ایران رو جز مردم ایران مدیریت کنه. ایران و ایرانی باید مستقل باشه در اقتصاد که بتونه حرفی بزنه. در غیر این صورت الان این وضعیت رو میبینید شما. یک نفر میخواد ازدواج کنه حداقل 3 میلیارد تومان باید هزینه داشته باشه، هزینه کنه. 1 میلیارد باید بده یه خونه رهن کنه، 1 میلیارد باید بده اسباب اساسیه و 1 میلیارد یه ماشین زیر پاش داشته باشه. حالا از چه طریقی این معاش خانواده‌اش میخواد رد کنه بماند و چقدر دوام داره این زندگی بماند؟ خب پس امیدوارم که بتونیم با مشارکت و همفکری و اتحاد در نهضت ملی ضد تورم اقدامات لازم رو انجام بدید. بدرود.